اگه به درمانهای طبیعی برای پوست علاقه‌مندی این ویدیو رو از دست ندید. شاید برات سوال شده باشه که دلیل اصلی که کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها حتی توی سنین بالای 40 سال هم پوستشون یه کوچولو چروک نداره یا یه مقدار افتادگی و شل شدگی هم پیدا نمی‌کنه چیه؟ امروز قراره یکی از معروف‌ترین و البته پرطرفدارترین راهکارهای مراقبت از پوست رو با هم دیگه بررسی کنیم. آب برنج. ولی نه فقط یه معرفی ساده. میخوام تجربه یه زوج ژاپنی رو با هم بررسی کنیم که به مدت 3 ماه برای پوستشون استفاده کردن و نتایجش هم به صورت عکسای قبل و بعد کاملا مشخصه. و در آخر این ویدیو یه کرم شب فوق‌العاده قوی و موثر بهت یاد میدم که خودت بتونی توی خونه درستش کنی و هر شب ازش استفاده کنی تا چین و چروک پوستت مثل چین و چروک‌های پنجه کلاغی دور چشم، خط اخم و لبخند، چروک‌های پیشونی، افتادگی و شل شدگی پوستت رو برای همیشه از بین ببری. حالا چرا اصلا آب برنج؟ باید بگم که آب برنج در واقع مایعیه که از خیساندن، پختن یا تخمیر برنج به دست میاد. توی این ماده ساده مواد مغذی زیادی وجود داره که برای پوست مفیده. مثل آنتی اکسیدان‌ها برای جلوگیری از پیری زودرس، ویتامین آ برای بازسازی، ویتامین B برای تقویت سد دفاعی پوست، ویتامین C برای روشن کردن و از بین بردن لک‌ها و کمک به تولید کلاژن و ویتامین E برای التیام زخم‌ها. خیلی‌ها از آب برنج به عنوان یه تونر طبیعی استفاده می‌کنن چون میتونه رنگ پوست رو یکدست کنه، منافذ باز رو کمتر کنه و حتی به ترمیم جوش و جای زخم هم کمک کنه. حالا از آب برنج چطور برای پوست استفاده کنیم؟ در واقع 3 روش اصلی وجود داره که با هم بررسی می‌کنیم. اما اول از همه باید بدونید که برنجی رو انتخاب بکنید که ارگانیک باشه ترکیب، چون فاقد مواد شیمیایی و سمومه. ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید و برای عزیزانتون هم بفرستید تا بتونن همگی از این روش بی‌نظیر استفاده کنن و با همدیگه خوشگل و زیبا بشن. روش اول، روش پختنی برنج. 1/4 فنجان برنج رو بشورید و با 1.5 فنجون آب بجوشونید. برنج که پخت، آبش رو جدا کنید. بعد از خنک شدن حتما با 1 فنجون آبش رو رقیق کنید چون خیلی غلیظه. این آب ملایمه و برای پوست‌های حساس هم خیلی خوبه چون گرما مواد مفید داخل برنج رو آزاد میکنه و کمتر باعث تحریک پوست میشه. این آب برنج برای 2 نفر هم کفایت میکنه و تا 1 هفته قابل استفاده است و میتونید توی یخچال نگهداریش کنید. اگر پوستت خشک یا حساسه این روش رو 2 بار در هفته به عنوان تونر استفاده کن. برای مصرفش هم میتونی با یه پد روی صورتت بزنی یا توی اسپری بریزی. روش دوم، خیساندن ساده. نصف فنجون برنج شسته شده رو با 2 فنجون آب تصفیه شده مخلوط کنید و بذارید 2 ساعت بمونه. بعدش آبش رو صاف و داخل اسپری بریزید و ازش استفاده کنید. این روش یه روش سریع و ساده برای تهیه آب برنج و برای استفاده روزانه هم عالی چون خیلی ملایمه و باعث آبرسانی فوری به پوست میشه، مخصوصا اگر توی یخچال بذاری و خنک بشه و بعد بزنی به پوستت، پف و التهاب رو هم کم میکنه. و اما روش سوم که قوی ترینشه، آب برنج تخمیر شده است. مثل همین روش دوم نصف فنجون برنج شسته شده با 2 فنجون آب تصفیه شده مخلوط کنید اما بذارید 2 روز توی جای خنک بمونه تا تخمیر بشه. وقتی بوی ترش گرفت یعنی آماده است. بعدش هم 1 ساعت بذاریدش توی یخچال تا فرآیند تخمیر متوقف بشه. تخمیر باعث تولید آمینو اسیدها، آنتی اکسیدان‌ها و مواد ضد التهابی قوی میشه. این محلول یه تقویت کننده واقعی برای روشنسازی پوست، کاهش لک و حتی سفت شدن پوست. حالا بریم سراغ تجربه عملی و نتایج قبل و بعد این زوج ژاپنی. زوجی که این روش رو امتحان کردن، عکسای قبل و بعدشون رو هم منتشر کردن. خودتون ببینید دیگه. پوست خانم تیره، خشک و دارای لک بود و پوست همسرش قرمز، ملتهب و با جای سوختگی بود. اما با مداومت و استمرار بعد از 3 ماه استفاده نتیجهش رو خودتون ببینید که یه پوست صافتر، روشنتر، مرطوبتر و سالمتر به دست اومد. جای سوختگی یا جای جوش هم کامل برطرف شده و آرایش خیلی بهتر روی پوست میشینه. این نتایج هم از نظر بصری و هم از نظر احساسی واقعا تاثیرگذار بود. فقط باید چند تا نکته مهم رو رعایت بکنید. اول اینکه اگر آب برنج رو توی یخچال نگهداری کنید تا 2 هفته میتونه دووم بیاره. اگر بوی ترش گرفت یعنی زمان تعویضشه. و موضوع مهم
که توی تمام ماسک‌های خونگی باید در نظر بگیرید اینه که قبل از استفاده اون حتما روی بخش کوچیکی از پوستتون تستش بکنید، مثل پوست دست، و بعد روی صورتتون بزنید و مرطوب کننده هم بعدش فراموش نشه. حالا که هر سه روش رو یاد گرفتید، وقتشه ببینی کدومش برای تو بهتره. اگر پوستت حساسه، بهتره روش پختگی رو استفاده کنی. اگر دنبال روش سریع و ساده ای، از روش خیساندن ساده استفاده کن. اگه دنبال بیشترین نتیجه و تأثیر توی روشن شدن و ضد پیری هستی، بهتره آب برنج تخمیر شده رو امتحان کنی. و اما برسیم به کرم شبی که قولش رو اول ویدیو بهتون داده بودم. این همون کرمیه که کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها دارن هر شب ازش توی روتین شبشون استفاده میکنن. کرم شب برنج. شاید حتی برای اولین باره که اسمش رو میشنوید، ولی میخوام طرز تهیه‌اش رو امروز بهتون بگم که از این کرم شب بی‌نظیر برای جوانسازی پوست استفاده کنید. فقط اینو بدونید که این کرم علاوه بر تغذیه رسانی پوست و افزایش میزان خاصیت ارتجاعی که به پوست میده، پوست رو سفت هم میکنه. کاهنده سرعت پیری پوست هم هست. فقط لازم داریم چیکار کنیم؟ 3 قاشق غذاخوری برنج پخته شده رو به همراه 1 قاشق چایخوری گلاب یا روز واتر، طبق ویدیویی که براتون گذاشتم، از یک پارچه توری مانند خوب ردش کنید. بعدش بهش 1 قاشق چایخوری دوباره گلاب یا روز واتر اضافه کنید. بعد از اون بیاید 2 قاشق چایخوری روغن بادوم، 2 قاشق چایخوری ژل آلوویرا هم بهش اضافه کنید. این ترکیب تا 5 روز توی یخچال داخل ظرف دربسته قابل نگه دارید. هر شب نیم ساعت قبل از خواب بزنید به پوستتون و بعد از اون یک خواب جذاب و جوانساز داشته باشید. در واقع تو دنیایی که محصولات پوستی هر روز دارن گرونتر میشن، درمانهای طبیعی مثل آب برنج میتونن یک گزینه عالی باشن، چون نه تنها ارزونن بلکه از لحاظ تغذیه‌ای هم پوست رو تقویت میکنن. البته حواست باشه که همه پوستا شبیه هم نیستن. پس اگر پوستت خیلی حساسه، قبل از استفاده با یه مشاور پوست مشورت کن. لطفاً برام توی کامنت ها بنویس تا حالا از آب برنج استفاده کردی؟ اگر آره، حتما نظرتو برام بنویس ببینم تجربه چطور بود. و اگر دنبال محتوای علمی و کاربردی برای زیبایی و سلامت پوستت هستی، حتما کانال خاص رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بذار روی آل تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. یاد باشه تو زیبا بشی ما خاص میشیم.